نمودی نزدیکی ها را. اولش که دادر عزیز شریعت هیچ که نمودی نزدیکی رو با همسر من نکرده. اینش گپش ناتوگریست. این گپ بودم خوب اکنون میخوایی که رنگ شیخا باشی خوب اکنون اون طرفش نمیگم چیزا که کتابا گفتی اولش میگم رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای ما و شما تعلیم دادیم برای جوانای نوعروس آدابی زفافا، آدابی شب اول با عروس نزدیک شدن. آن چیزی که فقهای اسلام امام غزالی آورده در کتاباش هم میخوام گویم. در حکایه هست شوخی داشتیم که نمیگم به رسول اکرم. آدابش همین است که وقتی که شما پیش عروس پیش تا میبرن تگی چمری هر تدان دو به دو تنها میشوید ینگه ها برآمده که میروند گفتیم مالا خانه به خوشتامن که شد شما بسم الله الرحمن الرحیم گویه پیش کلین روی عروس روی مال از سرش برداره این وقت عروس ها لومان هم نداره خدا خدا روی مال عروس برداره دستانو در پیشانیش مونه. این تعلیم پیغمبر خداست. دعا کنه الحمد خدایا گویه اللهم انی اسألک من خیرها و خیر ما جبلتها له. خدایا من از تو عاجزانه دعا میکنم که این عروس من برای من عروس خوش اخلاق کن، عروس با آداب کن، عروس با وفا کن، عروس کن که خاندان من احترام کنه. این دعاست. و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علیه. خدایا من پناه میگیرم از این عروس، از بد اخلاقیش، از بے حیاگیش، از بد معاملگیش، از هر خلقی بده که در طبیعت اوست. خدای عزوای من پناهته. این است آداب اولی جوان این شهر بچه ها. این یک. دویمش وقتی کردن در بالای دیوان میشینه در حال او رو غلطانده بالا سوار نشد. رسول اکرم نکردن که لا یقعن احدکم علی امرأته کما تقع البهیمة. شما بالای هم سر تانده مانند حیوان برین در حال که سوار نشه. گفتن ولیکن بینکما رسول، بعد بین شما این عروس و داماد اول میان رو باشد. میان چی باشد؟ اصحاب گفتن یا رسول الله من رسول میان رو چی؟ حضرت گفتن الکلام والقبله. یادم اکشین قدیر صحبت کن، صحبت های شیرینی عاشقی و معشوقی لیلی مجنونی کن، بس آنه آیسته آیسته با بوسش کن، با تنهاش مالیدن گیر. وقتی که دیدی که ویم رنگی خودو تیار کی شد انسانی با بسم الله الرحمن الرحیم اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا گو تکی کرپت را کرد کرنگی. جوان خوب چی خیلی میکنی کاری تو بشت ما کار نداره. بچه های خوشلو دیگه این دعا رو فراموش نکنه. این دعا پیغمبر خدا رو تعلیم کرد برای ما. بسم الله اللهم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. خداوندا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای من شیطان دور کن، از این همخوابگی برای من فرزندی خوب صالح اهل ایمان به دنیا بیار. انا همین دعا رو کنه بچه ها دام بچه های خوب بجواد. امروز همه پدرها رو بچه هاشون آقی پدر های بچه هاشون به حیا و به عفت و افلاس های به خاطر آنکه این سنت رسول اکرم عمل نمیکنه. بنابر اکثر خانداری های پدر و مادران شیطان در این خانداری شریک است. بچهش بنابر آدم کش میشد، بچهش زناگار میشد، بچهش آقی پدر میشود. فهمیدی شده؟ اما عربی رو نمیدونی تاجیکی گویه خدایا به نام تو بسم الله الرحمن الرحیم خدایا من به همسرم همخوابگی میکنم، از این همخوابگی برای ما فرزند صالح با تقوای پاکیزه و خوش اخلاقی به دنیا بیار. خدایا شیطان در این همخوابگی به ما نزدیک نمون. این دعا رو کنه این پیغمبر تعلیم شد. یا الله نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم من شئتم. دادر عزیز